ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی چراغ هدایت میباشد ازگر آوازم میکتی باشد. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی چراغ هدایت میهمان خانه های شماست و در صحبت ما استاد خواجه میروف مدیر شورای علمای دینی ولایت سوخت شامل میگیریم. احمد بیننده های ارجمند، ما این نوبت تصمیم گرفتیم در موضوع پیشگیری جوانان از شامل شوی به حزب و حرکت های تندگرایی. راستی این موضوع از این پیش هم همیشگی در برنامه های دیگری تلویزیونی سیمای مستقلی احکام رجوع میکنیم، چون مخصوص برنامه تهیه کردیم با نام توجه که بیوسته از این مسئله در مورد پیشگیری و مقاومت به اکستریمیسم و تروریسم سخن میکرد که واقعا هم دوام چند سال اخیر با پایکار و عملکردهای نهادهای انتظامی کشور، مقامات حفظی حقوق و امنیت ما توانستیم در سمت پیشگیری و مقاومت به افراطگرایی و اکستریمیسم و تروریسم کارهای واقعا هم نظر رسید را انجام داده. این حالت تا به حد پایان کرده شد، اما همیشگی مقامات در معروضه های خود، در مراجعات های خود همیشگی تلقین برام میکنند که این نباید سبب خاطر جمعی باشد، زیرا چنین کارهای فهماندهی و عامل های پیشگیری کننده همیشگی با بردن کارهای فهماندهی بین مردم همیشگی باید باشد، به خاطر آنه که ما توانیم در همدستی برای پیشگیری کردن این همین ظهورات نامطلوب جامعه کاری را انجام داده باشیم. استاد عزیز، من میدانم که نقش خادمان دین در سمت پیشگیری از این ظهورات نامطلوب بسیار مهم است. معلوم است که مثلا آن نفران افراطگرا بیشتر از نام دین سخن کرده بر ضرر دین کار کردند و یک فرصتی شد که ما واقعا آنها را از بین عامه، از بین قوم جدا کردن و شناختن کمتر مشکلی هم بود و در کمترین فرصت با کمک نهادها ما توانستیم که این مسئله یک اندازه حل خودش را یابد. اما بازم کارهای فهماندهی و پیشگیری کننده همان ضرور است که توانند مردم همیشگی هوشیاری را، شرط مهم هوشیاری را از دست ندهند، به خاطر آنه که یک غافل ماندن ما میتواند سبب ناامنی شدنش هم ممکن است. بنابراین هر یک نفر فعال جامعه در سمت مقاومت به این روند تندگرایی افراطگرایی جوانان نقش بسیار مهم دارد. استاد عزیز، من معلوم است که دوام همین قدر موردی که با شما هم صحبت هستم برنامه تهیه میکنیم همیشگی اسلام را شناخته، همیشگی بازم به اون خلاصه میگم که اسلام این دین رحمت است، دین حق است، دینی که پیش از همه تهیه انسانی کامل تقاضا میکند. انسانی باشد که واقعا خود را شناسد، خداوند خالق خود را شناسد و پیش از همه به گوییم انسان‌های دیگر نفع خودش را، فایده خودش را رسانیده باشد. یعنی هرگز اسلام به کسی ضرر نمیخواهد. حتی جناب عالی در سخنرانیشان در موردی گوییم از منبر بلند سازمان ملل متحد با یک جرأتی بلند گفتند که واقعا اسلام هرگز دینی گوییم تعقیب کننده اکستریمیسم و تروریسم بوده نمیتواند. گوییم تروریستان دین، مذهب و گوییم ملت ندارند. گفته این چیزه هم از اسلام حمایت کردند و همچنین هم گفتند که واقعا از موقع خودشان این مسئله رو بیان کردند. من میخواستم بازم صریحا این مسئله که چون اگر اسلام واقعا دینی اخلاق و خشونت و زورآوری را محکوم کند، افراطگری را محکوم کند، پس میخواستم همین مضمون رو با دلیل های قرآنی و احادیث شرح میدادم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى و علی آله و اصحابه المجتبى. از تاریخ اسلام معلوم است که الله سبحانه و تعالی دین اسلام را از همه دین آخرین اختیار کرد و پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیغمبر اختیار کرد و کتاب قرآن را هم آخرین کتاب آسمانی اختیار کرد که بعد از قرآن دیگر کتاب از آسمان نازل نشد. بعد از دین اسلام دیگر دین نیست، بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگر پیغمبر نیست. اکنون حکمتش چی است میگن همین علماء بحث میکنن که چرا
دین مبین اسلام از همه دین آخر، قرآن عظیم شان آخرین کتاب آسمانه، پیغمبر خدا آخرین ذاتی که از آسمان برای وی وحی میفرماد. گفته علماها در این باره حکمتش بیان میکنن، میگن که اولا وقتی که ما به علوم قرآن نگاه میکنیم، تمام مسئله هایی که به منفعت جامعه هست از همون کتاب های پیشینه از هوای ها همش اختیار کرده آورده در قرآن جمع کرده شده. و وقتی که به صفت های پیغمبر علیه السلام نگاه میکنیم، اگر پیش از پیغمبر نگاه کنیم، در هر یک دور زمان یک تو پیغمبر نبود، چندها پیغمبر بودن. چرا پیغمبر خدا را آخرین پیغمبر اختیار کرد؟ در همین باره البته علماها فکرهای با حکمتانه بیان میکنن. یکمش میگن که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان ان الدین عند الله الاسلام گفته ذکر میکند که در همین آخران دین در نزد الله این دین اسلام است. از این معلوم میشه که دین اسلام به منفعت تمام بشریت است، نه تنها به منفعت عرب، نه تنها به منفعت مسلمان. چون که الله سبحانه و تعالی مادامی که همین دین در نزد خودش دین آخران اختیار کرده، گرفت از کتاب‌های پیشی در قرآن جمع کرده آورد همین اختیار کرد، این دین اسلام به منفعت هم است، قرآن به منفعت هم است، پیغمبر خدا به منفعت هم هستند. که پیغمبر خدا در هم حدیثشون نگاه کنیم چه میگن؟ بعثت للناس کافة، نگفتن بعثت للعرب، بعثت للمؤمنین، بعثت للناس کافة. پیغمبر خدا گفتن که نسبت پیغمبرهای گذشته من یک چند چیز که مرتبه بلند برداشت خداوند. یکمش همین که یعنی من برای تمام بشریت خداوند پیغمبر خلق کرد. از این معلوم میشه که در قرآن عظیم شان خداوند پیغمبرش صفت کرده، نمیگوید که و ما ارسلناک رحمتا للعرب یا که للمؤمنین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میگه ما تو را رحمت تمام عالمیان خلق کردیم. از همین این دلیل ها معلوم میشود که دین مبین اسلام مادامی که در نزد اسلام دین یگانه هست، مادامی که آخرین کتاب قرآن است، مادامی که آخرین پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، از این معلوم میشه این برای اینها برای همگانند. مادامی که الله سبحانه و تعالی برای بندگانش مهربان و غمخور باشد، دین در نزد دین اسلام باشد، آخرین پیغمبر باشد، آخرین کتاب باشد، در این معلوم میشه که تمام چیزهای منفعتناک برای انسانیت خداوند در این قرآن ذکر کرده است. از اون معلوم میشه که دین مبین اسلام کدام کاری که باشد، حتی ذره خرد جانش هم که باشد به زیان انسانیت باشد، از همون کار چا کرده است، نهی کرده است. ما دور نمیرویم، یک مثال بسیار هم بسیط آسان در قصه پیغمبر بیان میکنیم، چرا بعد به آیات های قرآن میگذاریم. مثلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روز در مسجد ایستادن که یک کسی برای شوخی کردن کفش یک صحابه که رس کرده است، شوخی کرده است. های کفش رس کرده و میتیاده زیانی ندارد، لیکن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دیدن که کفش هوا گرفته مونده و در حیرت و ترسیده صحابه. پیغمبر خدا گفتن که شما گفتن برادرتون به این واسطه نترسانید، کسی که همین کار میکند خداوند وی لعنت میکند. ببینید که در بزرگترین چیز از همه گرچنده که بعضی عملها رو میبینیم که جدا هم بزرگ هستند، این سخن پیغمبر میگویند، لیکن در این مسئله که زیان همدیگر است، زیان انسانیت است، ترسانیدن یکدیگر است، پیغمبر خدا این چیز وعده کردن، مثلا که از این ترین چیزایی که شما از این چیز آگاه شوید. مثلا این که الله سبحانه و تعالی در بسیار آیات های قرآن صراحتا این کارهایی که حاضر گفتید همین چیزها را محکوم میکند. حتی محکومیت این کار خداوند نه تنها در قرآن، از همون کتاب اولینه که خداوند آدم خلق، فرزندهای آدم خلق کرد، قصه همونها رو بیان کرده، فرزندهای آدم قابل و حابل، ان همین کاری که امروز میشده ان همین چیز محکوم کرد. یکمش وقتی که
فرزندهای آدم علیه السلام که به همدیگر درباره قبول شدن قربانی یکدیگرشون نشدنش قصه طولانی است، یکدیگرش کشتن. پروردگار چی گفت؟ و من اجل ذالک، از برای خاطر همینم گفت خداوند که اینها این کاری کردن. کسی که من بعد یک انسان قتل کند که فکأنما قتل الناس جمیعا، و مانند آن که و تمام انسانیت قتل کرده از گناهش میگیره. ببینید صراحتا آیت قرآن آمده است. دومین چیزی که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان یعنی این کارها را یعنی منع میکند، این کارها را از این کارها انسانها را یعنی نهی میکند، درباره خصوصا مؤمن ها یک جزای وزنین با خداوند وعده کرده است که من قتل مؤمنا متعمدا. ببینید که در بعضی جنایت ها یک استاتیه است، جنایت سبک باشد اگر یک استاتیه امروزم یک عقوبت های یک جزا های، لیکن در جزایی که این چیزها حاضر مثلا از نام دین اسلام بسیار درست گفتید، دین اسلام دین رحمت است، دین شفقت است، دین مهر، از نام دین اسلام برآمده امروز این کارهای زشتی که کردن چرا که بیان کرد الحمدلله خود جوانهای ما از این کار دست کشیدن، توبه کردن، اومدن به اذن بیشترش خیلی الحمدلله با راه همون و راه حقیقی راه استواری دین اسلام قاپیده در دیار خدمت کرده گشتن. بله. اکنون ببینید که خداوند در این خوبت چندین جزای وزنین وعده کرده است. من قتل مؤمنا متعمدا، یک در اینجا خداوند متعمدا قصدن بیان کرد. بعضی چیزا صحبه میشه، خدا نگاه دارد، حادثه های راه میشه، دیگر چی میشه. ببینید که الله سبحانه و تعالی و یار چا کرده است؟ استثناء کرده است در این آیه کریمه. من قتل مؤمنا متعمدا، همونها رفته در همونجا همین خیلی ترکش میکنن، مؤمنان میمرن، کلمه های آدمایی که وحدانیت الله ایمان دارن همونها قتل میشن. پروردگار در حق چنین شخصا چی میگن؟ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، یکمش این جزاش جهنم خالدا فیها ابدی میمونه، غضب الله عنه، الله از وی غضب میکنه، در دیگر آیات لعنتش میکنه. یعنی که 4 عقوبات وزین الله سبحانه و تعالی برای چنین شخصانی که از نام اسلام شده سبب مرتکب چنین کارها میشوند الله وعده کرده است. تشکر. متاسفانه آنهایی که حامیان آنهایی که دعوت کننده های آنها متاسفانه در راهی به فریب انداختن آنها، رهگم زدن آنها از اصول های کاربری میکنند که آنها را واقعا هم رهگم کرده و آنها وعده به هیچ میدهند، حالا که من واقعیت این است که طبق آیات های قرآنی و احادیث نبوی که هر گویم به یگان بنده خدا اجازه داده نشده است که جان کسی را گیرد، کشد. گذشته از این استاد من حضرت ما گفتیم که واقعا وضع در داخل خوب است، اما یک چیزی نگران کننده این همانو گویم در بیرون که مثلا صفی حالتهای گرفتاری در خارج، مخصوصا در مهاجرت مهنتی. من امروز علاقه مقامات حفظ حقوق همچنین با نمایندگی های کنسولگری و سفارت در شهرهای خارج، مخصوصا اون جاهایی که مثلا مهاجران مهنتی ما و کشورهای خارج برای دستمزد زندگیشان میروند، برای پیشگیری از شامل شوی به همین گونه حزب و حرکت ها آنها البته کارهای فهماندهی برده شدن و حتی من خود میدانید که در این کار حتی خود خادمان دین نیز رفته اونجا با مردم همصحبت میشن. اصلا یک حالت است، مثلا انسان همیشگی در مسافرت بیشتر توجه میکند به خالقش. این طبیعت انسانی همین خیلی است که مثلا وقتی تنها میماند کسی از شناسا، پیوندان، نزدیکان، محبان دلش نمیماند و همیشگی تسکینی خودش رو، متکای خودش رو به پیش از همه او به خالق خودش رو می آورد. و معلوم است که مثلا وقتی که دیگر اطرافی رو مشاهده میکند، دیگر مثلا جوانای رفتگی هم بیشترش مثلا گویم همین گونه است، مثلا نماز خوان میشد، دیگر به هم دیگر رجوع میکنند، به هم دیگر تقلید میکنند، به هم دیگر گویم وایچ میکنند و در کمتری فرصت مبالغان دیگر نفرانی هستند که البته گویم پیروان دیگر مذهب ها هستند که با گویم خودشون به دام خودشون با وعده مبلغی یا یگان منفعتی اونها رو به خودشون جلب میکنند و مشکلات اساسی اصلا در خارج است که مثلا ما توانیم که
همین کار رو در آنجا گوییم پیشگیری کرده باشیم، توانند که مثلا مهاجران مهنتی ما واقعا با اندیشه نیک میروند که مثلا برای زندگی هم اویله پیشرفته یک نون روزگاری را یافته باشند، اما چون آنجا میروند گاه فریفته میشن. چیکار کنیم که واقعا آنها فریفته نشوند؟ البته برای خاطر علاج واقعه قبل از وقوع، بله، پیش از همون واقعه رفتن، واقعه بودن باید ما پیشگیری کنیم. پیشگیری کدام راه است؟ پیشگیری را البته از نگاه اسلام این چیز دواشه پیشگیریشه بیان کرده هستند. پیش از همه میگن که فرزند خواهد که پدر و مادر که برای پدر و مادرش از وی دور رود و مسافر شود و رود و بعد به چنین راه ها اگر نرود یک چند کارها رو وقتی که فرزند در دستش است همون کارها رو بجا بیاره. یکمش المعرفت الله حق المعرفه. یکمش همین که خداوند شناختن حقیقی شناسانه فرزندشون حقیقی خداوند حقیقا شناسانه. خب فرزند مثلا همین کلمه شهادت گوید گو الله هست بود و خدا هست بود و بعد که هر کار کنه، نه، شناختن حقیقی حق المعرفه، معرفت الله حق المعرفه. حق المعرفه چی خیلی است؟ یعنی الله سبحانه و تعالی را انا همون فقط به تنها کلمه نومش گرفتن، نه، در الله سبحانه و تعالی 99 تا چیز است نام است. انا همون نام های الله سبحانه و تعالی را به تدریجا معنای هوای ها را به فرزندانشون فهمانن، شناسانن. وقتی که انسان حقیقتا نام های الله سبحانه و تعالی را میفهمد، میشناسد، به همونها عمل میکند، هرگز چند سال هم که وای از پدر و مادر که دور شود به چنین راه نمی رود. ما از کجا این چیز میدانیم؟ مثلا مثال عقل میبریم. یکم مثال عقل همین که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک حدیث دارد. همگان ما در همه درس میدونیم، میگوید در همه سخنها شما را بیان میکند که الله سبحانه و تعالی پیغمبرش وقتی که وحی میتید که و ما ینطق عن الهوا وحی میگوید، بعد پیغمبر همون سخن میگن. در یک حدیث پیغمبر خدا چی میگن؟ میگن که ولله 99 اسما. در الله سبحانه و تعالی میگن 99 تا چی است؟ نام است. و من احصاها دخل الجنه. کسی که همین 99 نام یاد کند چی؟ داخل جنت میشه. این حدیث کوتاه کرد، لیکن با شارحان حدیثن، حدیث ها رو شرح میدادگی محدثا هستند. به مانند مثلا ابن حجر عسقلانی حدیث های بخاری را، امام نووی حدیث هاشون، مثلا امام مسلم، امام نووی، به مانند اینها امام ها هستند. اکنون در شرح همین حدیث چی میگوین؟ میگوین که پیغمبر خدا در این حدیث سعادت انسانیت در دو دنیا، از آن جمله در همون مسافری سعادت همون فرزند و پدر و مادر در این سعادتش در همین حدیث پیغمبر بیان کرده شده است. چه خیلی بیان کرده شده است؟ چون که پیغمبر خدا وعده جنت کردن که پدر و مادر یا که همون انسان همین نام ها رو یاد کنن. نه تنها یاد کردن، میگن من احصاها چی، من میگم من حفظها. اصلا کلمه یاد کردن این حفظه، یا که به من کلمه اینا رو خوندن درسه، یا که تعلیمه. یک در اینجا و من احصاها آمد، چون که سخنهای پیغمبر هر یک تاش که معنی دارد. کتاب ها معنی چه پیغمبر میگن به من احصاها، حسابش کند. حساب این معنی هست که و این نام یاد کند، معنای همون نام فهمد و به همون دلالت میکردگی چیزی نام باید عمل کند. به مدلوله ها به مدلولت میکردگی همون چیز عمل کند. اکنون نامای خداوند ما میگیریم که نامای خداوند چی هستن. انا مثلا به صورت حاضر مشکلاتی که حاضر بیان کردید که در رسی میروند بسیار هم گروه ها بتخلیق اکنون در با گروه پیروی میکنن. علاجش چی است؟ ما چرا گفتم علاجش شناختن خداوند است؟ اکنون مثال اکنون میبینیم جای اساسی بود. یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی است رقیب. رقیب نامش خداوند در قرآن ذکر میکنه. و کان الله علیکم رقیبا. خداوند از بالای شما چی است؟ رقیب. رقیب چی گفته نگه؟ رقیب همین که تمام در گوجایی که می رود تمام مخلوقات از تحت نظارت خداوند بیرون است. انا همون پدر و مادر فرزندش گوید که بچم الله را تو 99 نامش من به تو تعلیم دادم، رحمانش دونست،
وقتی سرت به یقینی میبیاد تو طرف خودکشی نکن که الله رحمان است، رحیم است. میدونی گناه کرده عصبی گناه تو خود کسل نکن، راهش غفوره و بعد کرده میبخشد. یا که خداوند یک چیزت گرفت و خودش مولت عطاست گرفت تو عبدت و معطیه و مولت میتیه. انا این چیزها رو اگر فهموند، اگر الله سبحانه و تعالی نامهای مبارکش اسماء الحسنا را یک نامش بده رقیب بده. رقیب همین که بچم تو میروی رسیه، تو نگو یکم پدر و مادرت دور هستن، تو خواستگی کارت میکنی، رفته با روی غیر شرعی زنا میکنی یا که مینوشی میکنی یا که چیزهایی که خداوند حرام کرده یا که رفته گروه های افراطی به خوش بشه. نه، من الله در همون جرم تو رو میبیند. استفاده که در همین پیش من استفاده ریایی حکم الله میکنی، در همون جرم تو رو میبیند، تو رو کتابان میکند گناهتا، ثوابت کتابان میکند. به مانند همین خداوند حق المعرفه، شناسایی حقیقی هر یک پدر و مادر اگر فرزندش به اسماء الله فکر ان شاء الله وای فرزندها از این راه شما میکنن دست میگیرن. دویمش در همین باره حضرت علی استفاده که در سخنهاشون گفتیم در درس‌های گذشته، حضرت علی عالم ترین صحابه چی میگن؟ من عرف ربه لقد عرف نفسه. میگه انسان کی به قدر خودش میرسه خودش رفته هلاکت به نمیکند، رفته خودش در هلاکت گروه افراطی برفته میدوند که مردن است، کدام و همون راه نمیرود کی وقتی که پروردگارش شناسد. الله سبحانه و تعالی را شناختگی آدم حقیقتا همون وقت خودش میشناسد. اگر در این حالت اگر میگن اگر نشناسد اگر اللهش وای خودش نمیشناسد، وقتی انسان خودش که نشناخت فایده زیانه که فرق نکرد. البته یک چیز دنیایی چیز گفته، یک کس به واسطه پول میو، به واسطه یک وعده دروغ میو، که به واسطه یک سخن بیجا وایش میکنه. دیگر چیز اساسی همین میگن، یک حدیث پیغمبر گفتنی هستیم که پیغمبر خدا میگن که هر یک انسان وقتی که تولد میکنند میگن قسم های وجود انسان میگن به چند چیز تقسیم کرده است، انسان همون چیز قبول میکنه. بعضی همین فرزند ها میگن کل مولود یولد علی الفطره. گفتم به حدیثن که هر یک انسان در حالت فطره. اما فطرت چی گفتن که معنیش علما میگن که میگن در وجود همون انسان میگن یک مکانی هست که وای تنها برای شناختن الله، برای دین، برای خداوند طبیعت هوای به هوای هوای گذاشته است. اکنون پدر و مادر چیکار کنن؟ پیش از فرزندانشون کلان شده و ها رو جدا کردن و انمون چیز باید پر کنن به عقیده صحیح و روش مذهب اهل سنت و الجماعت که امام ابو حنیفه و شاگردان وی آدم که از قرآن و از حدیث از دلیل آورده کردن، انا همون چیزهای صحیح خطه اگر خالگی جای هوای پر کند و به دیگر جا نیست که رفته بعد عقیده افراطی را قبول کند. لیکن متاسفانه به این چیز اهمیت نمیتن پدر و مادرای ما حاضره فرزندهاشون چی چیزی گفتگی قیمت میتین، ماشین ها میخرن، پول میخرن، لباس میتین، اما از همه چیز قیمت ترین که این سعادت هر دو داران فرزند است از این چیز شما میکنن بخبر پروا نمیکنند. بعد فقط فرزندهاشون میره. ما میدونیم که چندین آدم های با منصب دولت دار فرزندهاشون منصب دار همین کار برفتن، چون که از بی اهمیتی انو والدین هست که انم چیز اساسی را فرزند البته تامین کردن، دیگه همه جهت هم معنوی هم مادی فرزند تامین کردن کار که معنویات فرزند از مادیات وی بسیار میشه. تشکر استاد. و این سوال نوبتی من بیوسته که خودتون علاقه همین مسئله نزدیک گفتید، من میخواستم در مورد نه تنها گوییم یک بی‌طرفی یا کم اهمیتی والدان گوییم و گذشته از این در مورد جامعه که مثلا جامعه این همه مثلا در یک برآمدشون نمایندگان حفظ حقوق گفتن که مثلا وای جنایتکار داشتن و یا مثلا گوییم طبق قانون به جزا کشیدن، این فقط وظیفه مثلا مقامات انتظامی نیست، مثلا این باید دست جمعانه باشد تمام جامعه. مثلا اگر به سالهای پیشتر اگر چی نظر کنیم زمان شوروی یک عادتی بود که مثلا اگر به محل یک نفری تصادفی پیدا شد زود خبر میدادن که مثلا یک آدمی تصادف یک 3 روز آخر مثلا همین محله با اومده من این نفر که دیو میخورد. این هرگز خبرکشی نبود. مثلا این گویم یک ایدئولوژی بود که مردم گویم برای حفظ و ثبات امنیت جمعیت خودشون کوشش میکردن. مثلا نفری تصادف برای چی آمد، برای چی مثلا یک نفری گویم
алоҳида ки ҳамсоҳбат мешавад, бо оммане чӣ вай гуфтани пинҳонӣ дорад. ман мехостам дар мавриди бетарафии умум ҷомеаро ва ҳамчунин бетараф набудани ҷомеаро дар мавриди гӯем ҳамин пешгирӣ аз ҳамин гуна ҳолатҳо бахо ҳатто масалан ҳамин барномаи мо ин ҳам бетараф набудани мо аст ки масалан мо бетараф нестем. барои он ки ман ин масъаларо гуфтам, ана шумо посухи бисёр сария ва возеҳ дода истодаед ки масалан бинандаи арҷманди мо аз ин албатта барои худашон баҳра гирифта истоданд. чӣ кор кунем? ҷомеарам албатта дар пешгоҳи Аллоҳ масъулияти бузург дорад. чунки пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам вақте ки суҳбат мекарданд ё айюҳаннос гуфта тамоми ҷомеа ба хитоб мекарданд. гарчанде ки як кас буд, ду кас буд, лекин суханҳои гӯҳарбори худа, суханҳои тиллоии худа дигар сухани ягон махлуқ ба суханҳои вай одам баробар намешавад. ин бояд мо дарк кунем, бояд аз ҳама боло қимат нархгузорӣ кунем. дар баромадҳои худ мо бинем ё айюҳаннос, эй инсонҳо гуфта ба тариқи умум ҷомеаро вазифадор мекарданд ки бе ҷомеа намешавад. бо дар як ҳадиси дигар сароҳатан ҳамин воқеаҳое ки ҳамин рӯз инсонҳо худошона гуфти шумо ҷомеа худаш ки бетараф мегирад, ҳамин чиз баён карданд, гуноҳашо баён карданд. пайғамбари худо гуфтанд ки ман раъо минкум, гуфт мин ка бошад дар забони арабӣ як киса мегӯед, минкум ё минкумо бошад ду киса мегӯед. албатта пайғамбари худо минкум гуфта ҳамаи умматашон таъкид карданд, гуфтанд ки ман раъо минкум, вақте ки аз шумо гуфтанд, аз шумоҳо гуфтанд як кори зишта мебинед, масалан ҳозир баён кардед ки якта ҳозир масалан баъзе ҳозир худон панотед баъзе ҷавонҳои мо мефаҳмем ки фирефтаи қабули дигар динҳо шуданд. ин бо аз ҳама ваз менаед, ини масиҳият ёки гуфтанд ки аз тарафи ҳамон караи омада баъзе чизҳо ба воситаи ҳар чиз медонанд, масалан мебинад одам мебинад ки ҳамон як шахсе ки ғайри дин аз караи омадагааст, як бор омаданаш мумкин як ҷо меҳмон, лекин вай ҳар гуфтаи хони як кас бе хони як мусулмон омада дорад шубҳа пайдо мешавад. ин чиз ана мусулмони ҳамсоя бояд рафта гӯяд ки аввал худаш ҳамсояш ислоҳ кунад, бояд ки ман раъо минкум фалюғайру бияди, ба дасташ гӯяш ки бинад дасти бачаи ҳамсоя ки як китоби дини христиани масиҳ ба даъват мекардагӣ, як китобе ки оварда тавзеҳ мекунанд, ки мухоматҳои худ чандин китобҳоро гирифтанд, ҳамин чиз асосашон ҳамин чиз агар бошад, агар ҳамон китоб аз дасташ гирад, гӯяд ки не, ман дар пешгоҳи Аллоҳ, ман пайғамбари худо вай кардем, ту ҳамсояи ман мешавӣ, пага ман аз ту мепурсад. гуфта аз пайравӣ кардан ба дигар динҳои ғайри исломӣ фарзандаш ишо кунад, вай бояд ки фарзанди ҳамон ҳамсояши худ дорӣ кунад. агар нашавад гуфта шумо ба дасташ натояд, ба забонаш гӯяд. агар ба забонаш гуфта натавонад, ба дилаш дуо кунад. албатта гӯяд ки ҳамин хеле сода, чунки худо нигоҳ дорад. як мисоли оддӣ, дар як хона агар як кас масиҳӣ бошад, як кас мусулмон бошад, дар он хона чӣ хел зиндагӣ мешавад. ин чизҳо чандин бор шуд. аз ҳама мушкилоти вазнин мо шахсан ки албатта ба ин корҳо ба урф одатҳои миллии дини мардумо ки яъне иртибот дорем, баъзе чизҳо шуд дар як хона баъзе шахсҳо ҳамин дини қабул кардагӣ буданд, ёки ҳамон шахсҳо аз гузаштанд, ҳавайҳоро дар бораи қабул кардан чӣ хел масъалаҳо, хело масъалаҳои вазнин шуд ки оилаҳо аз оилаҳо ҷудо шуданд. аз барои хотир ҳаминам дар чунин ҳолат агар ҷомеа бинад ки ва ин чунин роҳҳои хато рафта истоданд, хусусан ҷавонҳои мо ёки ба як гурӯҳи ифротгароӣ рафта истоданд, ёки пайравии дигар динҳои ғайри исломӣ карсоданд, албатта ҷомеа худашро бетараф нагирад ки пайғамбари худо чӣ гуфтанд, чунин шахсҳо фазаликумул азъафул имон, ба забонатон нагӯед, ба дастатон китоби вӣ нагиред, нагӯед ки вай вақте медонед шумо вай ибодатгоҳи мусулмонҳо рафтан, ибодатгоҳи ғайри мусулмонҳо мерад. албатта ви шумо медонед ки падару модараш мусулмонанд, аз оилаи мусулмон ҳастанд, ҳавай барои ояндаи ҷамъият зиён дорад. албатта пеши роҳи ҳавай агар шумо нагиред нагӯ пайғамбари худо, шумо имонатон заиф аст. устод ташаккур. мо ростӣ дар ҳаҷми як барнома наметавонем ҳамагӣ паҳлӯҳои ин масъаларо, бозам суолҳо зиёд аст, аммо ба хотири он ки вақти барнома ба поён мерасид, ҳамин масъалаҳои муҳим ки инҷа матрах шуд, фикр мекунам барои шунидану хулоса баровардан аз манфиат холӣ нест. ба шумо ташаккур мегӯям устод барои шарҳи ин мавзӯъ ва ростӣ дар анҷом ҳаминро илова кардани ҳастам ки воқеан интихоб
بسیار مسئله دشوار است، چون که انسان همیشگی در چهارراه‌های تقدیر همیشگی در راه انتخاب است. راه راست همیشگی معلوم است که کسی که راه راست را انتخاب کرد آن راه او را به سعادت و خرسندی میبرد. راه کج هرگز به منزل درست نمیبرد. این معلوم است، این اکسیوم است. پس همیشگی ما باید در انتخاب احتیاطکار و با شعورانه کار گیریم. این برنامه چراغ هدایت بود. خیر خونتان بود.